الله المستعان. البته این یک مصیبت است که زن رو یک قسمی از مردم خودشون مرد میگویند، زن میگیرند، لیکن زنی بعد از گرفته رو اینقدر اذیت و آزار میرسانند. آخر همین زن هم دختری کدام یک مرد است. اگر تصور کنید که مردها همین روز برادرها جوانها یک دختری رو شما تربیه میکنید 17-18 سال به وایه میرسونید، چقدر او را دوست میدارید، اما یک نفر همچنین مرد یک جوان استفاده میبرد و اذیت میدهد، آزار میدهد، آیا راضی هستید؟ البته هیچ کسی راضی نیست که دخترش همچنین معامله کرده شود. ما راضی نیستیم که دخترمون همچنین معامله کرده شود. پس چگونه دختری مردم رو ما همچنین معامله میکنیم؟ وقتی که یک زن رو یک نفر نکاح کرده میگیرد، این برای همون مرد فرض است که به این زن معامله عادلانه کند. امروز بسیار همچنین شکایت ها میشد که مرد زن دوم میگیره، بعد از یک مدت به زن یکم در تماس است، سخن است، شرایط زن یکم خوب است، زن دوم یک بیگانه هست، به اون نگاه بینم نیست، خبرم نیست، خطرم نیست. والعیاذ بالله. ای مردها در روز قیامت به الله چی جواب میدید؟ آیا میدانید که کسی که در حدیث اومده است که در روز قیامت یک عده از مردها می آیند که یک طرفشون کشوله هست، شل پر نمیکند یک طرف. اینا کی هستند؟ اینها همون مردهای هستند که زن گرفتند و عدل نکردند. زن یک و دو میگیرند، عدل نمیکنند، کشوله روز قیامت یک طرفشون کور نمیکند، شل میشن. آیا شما راضی هستید که روز قیامت شل شوید؟ شرمنده روز قیامت شوید؟ بله، عدلی که کامل باشد او را هیچ کس کرده نمی شود، اما ظلم نباید کنید. این ظلم است. نکنید ظلم، نه بزن یکم، نه بزن دوم، سوم، چهارم. اگر شما نتوانید خودتون به مردیتون به باور کرده نتوانید، این فتنه زمانه که خیلی وزین است، زن نگاه بین کردن و عدل کردن به نتوانید و ترسید، بهتر است برای شما یک زن. الله میگه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. زن کرده گیره دو تا سه تا چهار تا، اما اگر عدل کرده در بین اینها توانستن به ترسید و بگوید که من نمیتونم عدل کرده در بین اینها، یک تا بگیرید. و در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگه ولا تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. ای مردها اگر حریص باشید هم بین زنها عدل کرده نمیتونید. البته عدل کامل و کرده نمیتونید، اما ظلم نکنید. امروز بسیاری مردها ظلم میکنن زن گرفته، لیکن بالاخره به سوال خواهر میگیم که اگر یک مرد زن را نکاح کرده گیرد، از او پرسکو نکند، شرایطی به نگاه بین نکند، ننگرد، زن حق دارد که البته طلب طلاق کند. اگر مرد طلاق ندهد اما نگاه بین هم نکند، طلاق هم ندهد، پروا نکند، اما زن یکم نگاه بین کند، دنیا کند، این ظلم است. زن فتوایش رو، فتوای طلاقش رو به مانند ما طالب علم ها میبرارد، هم مثلا بسط و هم بخطی اینا تسجیل کرده میگیرد. فتوا از روزی که برآمد از همون روز 30 کس آینده به عده میشیند و خلاص آزاد است. بارک الله فیک. برای ما به برادرها میگیم که این کارها رو نکنید، حرکت کنید، خیلی نکنید. اگر نبودو شما زن گرفتید و دیدید که ظلم کرده شدید، زن اگر طلاق طلب کند آهسته طلاق شه. اگر طلاق طلب کند و شما دانید که به این نزدیکی شما کمک کرده نمیتونید به این زن، شما شاید 5 سال 10 سال دیگر نمیتونید هیچ کاری کرد، طلاق طلب کرد، زن طلاق طلب کرد، طلاقش بدید، رود اون به زندگی خودش مشغول شد. بارک الله فیک.